السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می کردید، بسیار خوب می شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال می کنند؟ زندگی چرخ گردون است، خواهی نخواهی میگذرد. هر یک انسان برای سلامتی باید توجه کند. توجه برای فرد شوی، برای پرستاتیت، برای قوه مردانگی. اگر خواهید که همین قدر از اون نکشید، با شرکتی شفا فرما برای خرابشوی مراجعت کنید. برای انسانیت از همه اساسش سلامتی است و خواهید که سلامت باشید، با شرکت شفا فرما مراجعت نمایید. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می کردید، بسیار خوب می شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال می کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد. و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقا من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارت وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ذریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخوردند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بودند. وقتی پیغمبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن: لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمی کند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمی کند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید: استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. و درستی این که عرق نوشی، میسر، قماربازی
انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این 4 چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمیشوی. کسی که قمار بازی میکند البته به البته وای وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وای وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وای وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میگوید، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد. 10 سال من عضو خاندان محمد صلی الله علیه و سلم بودم. 10 سال خدمت این حبیب خدا را میکردم. دائم دعاش گوش میکردم، دعاش همین بود: اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را در دنیا و در آخرت نیکی نصیب بگردان و از عذاب آخرت پروردگارا ما را نگه بدار. ما نیز با این دعای معلممان، با این دعای پیشوامان شریک میشویم و دعا میکنیم پروردگارا برای ما نیز یک گروه بندگان تو، یک گروه پیروان حبیب تو نیکویی نصیب بگردان، هم در دنیا و هم در آخرت. و خدایا از عذاب دوزخت این جمعیت ما، این قوم ما را نگه بدار. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا. پروردگارا گناهان ما بنده ها تا مغفرت بگردان. خدایا ما بنده های تو هستیم، ما را در رحمتت شامل بگردان. و خدایا ما را و اهل عیال ما را هدایت بفرما. خدایا برای ما رزق فراخ از وجه حلال نصیب و روزی بگردان. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ای گرداننده دلها، ای تغییر دهنده دلها، دلهای ما را پروردگارا در دین خودت ثابت و مستحکم نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من فتنة النار و عذاب النار و من شر الغنا والفقر. خدای مهربان ما را از عذاب دردناک نجات بده و سوی تو پناه طلب میکنیم. و از اون مبلغ و دولت و سهولتی که ما را اگر متکبر بگرداند، ما را مغرور بگرداند، ما را از یاد تو دور بگرداند، خدایا از این مبلغ ما را محروم بگردان. و خدایا آن فقری که عاقبتش از یاد تو دور شیدن باشد، عاقبتش ضلالت و کفر باشد، خدایا از این گونه فقر هم ما را نجات بده. خدایا دولت ما تاجیکان آباد بگردان. خدایا دولت ما را یکی از دولت‌های نمایان بگردان. اقتصاد شه، اسلام شه، فرهنگ شه، خدایا بلند بگردان. و سرور دولت ما را هم خدا عمر دراز و توفیق با رفیق و از همه گزندها و از همه آفتها خدایا در حفظ امانت نگه بداری. آمین و رب العالمین. جمعه گذشته ما و شما در اطراف سوال و جواب ها بودیم و امروز هم که باشد ما و شما یک چند سوال های بیشماری که الحال نزد من است و در خانه هستند
میخواهم جوابهای اینها را گردانم و به جواب این سوالها خیلی با دقت باشین، زیرا اینکه اگر یک نفر ما را سوال کرده باشد این برای همه شما تعلقات دارد. از این سوال باید که همه ما و شما یک عبرت و یک درسی را برخوردار شویم. من دیگر صحبت از همین سوال جواب شروع میکنم زیرا وقتم خیلی نزدیک است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما از ناحیه ایسار به زیارت شما و قوم شما آمدیم. از شما خواهش داریم که با ما یک دعای خیر دهید. با احترام مخلصان شما از ناحیه ایسار. خدای مهربان این مخلصان و این برادرانی که از راههای دور و نزدیک، چه از حصار و چه از دیگر مناطق این جمهوری به این مسجد الحال حضور دارند، خدای مهربان در هر قدمشان حسنات کتابت بفرمایی و خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی، با همه مرادهای نیک خدایا موفقشان بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی، آیا از نگاه اسلام درست است که برای پیشگیری مردهای نامحرم از زنهای خانواده درهای دروازه ها را بعد از طلوع آفتاب محکم کنیم مثل قاعده های شهری در وقت نبودن مردهای خانه؟ البته بهترین صورت همین است که این برادر سوال کردن که گویم امروز گرگهای درنده زیادن، چشمهای زیناکار زیادن، امروز جسمهای فساد، جسمهایی که گویم امروز جامعه را رسوا میکردگی شخصیت ها وجود دارند. آیا اجازت هست که ما دروازه ها ما بسته کنیم تا که از این آفت و از این شرمندگی در امین باشیم؟ البته اجازت است که هر یک مادر و خواهری که شوهرش در خانه نباشد بهترین صورت شمین است که دروازه‌اش بند کند، یعنی برای پیشگیری کردن از این گونه آفت ها و از این گونه شرمندگی ها. اگر برای کدام شخصیت لازم باشد، میبینیم آدم نزدیک، برادر، خویش قومیت، اگر یعنی لازم باشد در آمدن اونها، این حالت در دروازه را میکشویم و الا اگر در بسته هم که کنیم این جای گناهش نیست، بسیار نیک می شود و هیچ کدام ما هم حق نداریم که گوییم چرا دروازه تو بنده، چرا دروازه تو کشاده نیست. این در حقوق نداریم. ما هر کدام ما سردار در همون خانه خودمان هستیم و خانه دیگر کاری ما و شما نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. بعده استاد مهربان، خداوند ایمان شما را کاملتر و علم شما را زیادتر گرداند. من یک نفر خواهر اسلامی شما ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی شهر دوشنبه هستم. من سال 2004 به خواست پدر و مادرم با جوان به شوهر برآمدم. مادر یک پسر دوست رو یک هستم و 1 سال می شود که در خانه پدر و مادر خود زندگی دارم. حالا شوهرم جواب مرا دادگی نیست، اما من دیگر با او زندگی کردن نیستم. سوال من با شما چنین است: شخصی که عائله مسلمان را ویران سازد، گوید که تو زنت را سر ده، من خودم تو را زن می دهم و دیگر گپها، پاداش کار او چیست؟ حال آنکه لانه گنجشک را ویران سازند چقدر بی‌ضابطه می شود. شما تصور کنید استاد خانه آدمیزاد را ویران میکنند. فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمیماند، خداوند رازق است و فرزند من همه چیز میرسد، تنها مهر پدر نمیرسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت میکند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی میگوید و از فرزند خود روی میگرداند. خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من
در بین زنهای مسلمان نشسته باشد و نصیحتهای شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد و این چنین به فرزند من هم دعا دهید که مثل شما فرزند صالح با علم و تقوا و با ایمان به وایه رسد برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی این خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنینه که جدا شدن، خانه ویران شدن خیلی البته مصیبت وزنینی هست. چگونه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یعنی ابغض الحلال الا الله الطلاق، طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها در نزد پروردگار این طلاق است. یعنی چگونه که ما برای همه شما چندین بار گذاشتیم که این نشانه جوانمردی، این نشانه غیرت، این نشانه ایمانداری شما نیست که شما زنهاتان طلاق دهید، شما زنهاتان از خانه پیش کنید. یعنی فرزندها و زنهای شما آواره و به گویم مهر پدر دور از نصیحت و از تربیه شما دور می شود. این فقط و فقط به ضرر اسلام و به ضرر این جامعه ما و شما هست. هیچگاه دادرای عزیز و برادرای مهربان به طلاق هیچ وقت نزدیک نشوید. و این شخصی که زنی خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیزی که هلاکتان میکند در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیز؟ قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. وای در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمت کردگیش البته جواب میگوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست زدن، از زن جدا شدن، من برای تو زن میدهم، تو را صاحب زن میگردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازند؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است، این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپه است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، و خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیل را
یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گویید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جایه شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است. دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است، لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپه است، اگر این زندگی را برقرار کند انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان میگیرد. السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را با مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. این در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید. تا اگر همون عالم ها باز یک جایه نشده و باز زنها را دعوتی به جمعه نکنن، یعنی از دست من هیچ چیز نمی آید، هیچ چیز نمی آید. اگر چنده که امروز زنها احتیاج به شنیدن امر معروف دارند، احتیاج دارند. امروز اگر ما زنها را امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم، انشاءالله باور کنیم خاندان تاجیک مثل یک گلدسته می شود. فرزندای ما و شما با زیادتر همین تاجیکستان دوست می دارند. دخترای ما و شما دخترای با حیا می شود. اگر ما امکانیت داشته باشیم که زنها را نصیحت کنیم، زیرا که امر معروف فقط برای مرد نیست بلکه برای زنها هم هست. امر معروف باید زنها هم گوش کنند. لیکن امروز که مبادایی که گویم یعنی فتوا که صادر شدگی هست، ما هم تابع مفتیات هستیم، ما هم اجرا کننده فرمان همون گروه عالم ها هستیم. از این خاطر در این بابت من چیزی برای شما گفته نمیتوانم، هیچ چیز گفته هم نمیتوانم. فقط اگر در کجایی که شما میتوانید که اگر یک جمعیتی اگر وجود داشته باشد، ما میتونیم که بین شما رفته چیزی از سخن خدا و پیغمبر در بین شما رسانیم. الحال همین قدر گویم امکانیتش نزد من هست، دیگر از این زیاد من امکانیتی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال مادرای که گویم که صحبت مرا انشاءالله میشنوند، از اونا الحال گویم خواهش من همین است که همون زن انصاری، همون زنی که از مدینه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، مردها نماز جمعه می روند، مردها نماز جماعت می روند، مردها نماز گویم عید می روند، مردها عیادت بیمار می روند، این قدر ثواب های زیاد اونها صاحب می شوند. ما باشیم در خانه نشسته ایم، چیکار کنیم که برابر مردها ثواب می گیریم؟ حبیب خدا به جانب مردمی که در اطرافش نشسته بود گفت آیا این گونه سوالی که این زن داد از دیگر زن شنیده بودین یا نه؟ گفتن نه نشنیدیم. گفت ای زن، گفت برو به تمام زنهای مدینه برسان که آن ثوابی را که مردها در نماز جنازه و
در نماز عید و در عیادت بیمار و نماز دیگر ثوابهایی را که چی در جهاد و مردها برخوردار میشوند، شما هم برخوردار میشوین زمانی که در شوهرهاتون خدمتگار باشین. یعنی شما اگر خدمت شوهرها را کنین، شوهرها از شما راضی باشند، شما ثواب جهاد هم میگیرین، ثواب جمعه را میگیرین، ثواب نماز جنازه را میگیرین، ثواب عیادت بیمار هم خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. از این خاطر الحال که رخصت نیست، شما می توانید که با این عمل چنگ زنین، انشاءالله برابر مردها ثواب میگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت داملا بعضی زنها برای که شوهرشان از پدر و مادر، اکه و دادر و خواهرشان روی گرداند، پیش یگان ملا رفته شوهرش را جادوگری میکند. آیا این زن و همان ملا در روز قیامت چه جزا داده می شود؟ با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. این ملا نیست برادر عزیز، یعنی شما جادوگر گویید. یعنی وقتی زنها پیشی در ما و شما میگن ملاگیش کردن، نه ملاگی نه، بلکه شما گویید که جادوگریش کردن، سحرش کردن. ملاگی گفتن در شما غلط میکنید، نادرست میگویید. و پیشی ملا هم نه، ملا هیچ وقت جادوگر نمی شود. آدم کافر جادوگر می شود. آدمی که از دین روی می گرداند، انسانی که گوییم ایمان ندارد، در نزد پروردگار شرف و قدر ندارد، وی جادوگر است، وی فالبین است. حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما می رسانم، باز گوش اندازین. این مسئله مهم است. اگرچه این روز در کولاب خدا را شکر که قریب کی نیست، لیکن در پایتخت خیلی زیاد است. فالبین ها و جادوگرها، مردم به آنها خیلی اعتقاد دارند و بسیار مراجعت میکنند. گوش میاندازیم که پیشوای ما معلم حبیب خدا به شما چی وظیفه میدهد، چی دستور میدهد. اگر این حکم حبیب خدا را شما ترک سازید یا اهمیت ندادین، شما در نزد پروردگارتان عاصی و گناهکار هستین. همون حدیثی که الحال خواندم، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 طایفه که در دنیا و در آخرت هلاک شدن، شرمنده‌اند، در خجالتند. یکمش کسی است که شریکی در پروردگار میارد، دویمش جادوگر است. دویم نفرش جادوگر است، کسی که در دنیا علم جادو را می آموزد یا علم جادو را با کسی تعلیم می دهد، یا با طریق جادو گویم دلگرمی و دلخنکی و دیگر عملها را انجام می دهد. من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیله. این حدیث امام مسلم است. حبیب خدا میگوید کسی پیش یک فالبین میرود و آن چیزی که فالبین میگوید، این کس میگوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت کرک کردی، نابود کردی. من اتا عرافا او کاهنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک جادوگر می رود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند می رود، کسی پیش یک فالبین می رود و تصدیق میکند آن چیزی که وی میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد، شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شدید. کسی که پیش فالبین یا پیش جادوگر می رود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من
کهان. یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم نزد حبیب خدا بدم. گفتن که ای حبیب خدا، در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدند. لیسو بشیء. حبیب خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن. گفت این هیچ چیز نیستن. گفت اینا. فقالوا یا رسول الله، این مردم گفت ای حبیب خدا، انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای حبیب خدا گفت اونها را گوش انداز، بعضی وقتا چیزایی میگویند که حق است، بعضی چیزهایی را پیشکی میگویند که حقیقت دارد. رسول اکرم چی گفتند؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فيقرها في اذون وليه. حبیب خدا گفت که آن کلمه حق را که این جادوگرها و فالبینها به سمع شما رسانیدن، این کلمه حق را آنها از آسمان دزدیدن، از بین ملائکه ها دزدیدن، آمدن در گوش همون ولی خود چون که جادوگر است در گوش او گفتند. فیخلطون معها مئة کذبة. حضرت گفت بعد آنه که یک کلمه حق را که این جنها از آسمان می دزدند و آورده در گوش همون سردار خود میگویند، این جادوگر 100 دروغ دیگر را با او آمیخته میکند و بین شما پیشنهاد میکند. در روایت بخاری است که عایشه روایت میکنند، میگوید جنها نزد ابر میروند، تا نزدیکی ابر میروند، آن صداهایی که در آسمان، آن واقعه هایی که در آینده رخ میدهد جنها گوش میکنند و اونها را گرفته آورده در همین جادوگر و فالبین هایی که اونها یار شیدگی هستند در گوش اونها میرساند و اونها به شما میرسانند. شما میگوید حق میگوید. حبیب خدا گفت شما در داخل اون 100 دروغ دیگر وجود دارد، باور نکنید. گفتند هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی